سلام دوستای عزیز، امیدوارم چیسته جور ساعت سلامت باشین. هر کجا هستین خب دوستای عزیز، خوش آمدین به یک از ولاگ‌های دیگه ما چینل سنا فرنیان. اگه چینل ما رو سابسکرایب نکنین لطفا سابسکرایب کنین، لایک هم بکنین و گوشای تا زمین میزنه. دوستای عزیز، ویدیو ما امروز از این قرار است که ما میریم در یک منطقه به نام انجیر تاون. اونجا به خاطر فرهنگ جشن فرهنگ هزارگی میریم. دوست عزیز، الان میخوایم کالاهای خدا بردم نشان بدم. اینی از من، این از سناسته و اینی از مسته. اینی از مادر جانم هستم دیگه اینی که از دبندم هست. دیگه دبندم رو بپشم برای ماتیکه زیاد میگه گردبند است. گردبندم ماتیکیم و گوشوارم یکیشم اینجاست. دیگه سنا از خدا وقت بشه دیگه چی بشون نمیخواد دیگه. اینی کفشایم دیگه مامانشیم که بریم و چرا نمیشه. اینی گردن بند سنا هست و باشتو اینی ماتیکش هسته. اینی قسم چی ما؟ نه دیگه گوشوارای خیلی سنگین است، باز ایو را نمیپشه، خیلی سنگینه دوتایش. به می خاطر یک گوشواره ساده دیگه میپشه. عزیز، ما میریم طرف خانه خاله مادرم و درستیم بریم طرفش. اینجا پشک دارم، گفتم پشکاش بگیرم. دو تا داشتیم، یکش خودش گم شد، یکش مادرم گم کرد. و این قسم باغ است اینجا. این قسم یک جای است. اینجا خیلی ترسناک است. خب این طرف ها جنگله. مانکی من میگم من پشک بگیرم، باز پرستش خوارم به پدر میگه پدر بر ما شما مانکی بیا. حالا شو پدر ای خدا سپرک چطور گرمیست. من دیگه روز افت قسم گرمیستم دیگه رسیدیم تقریبا. تقریبا نه صبر
اینجا مار می باشه، یعنی هر جانور اینجا می باشه. خب سگن دوست من دعوت یک تا سگ یک تا سگ ترسناک اینجا هست که بس سگندگی است. او را اگه وا کنی تو رو تکه تکه میکنه. یک دفعه واز که بود در این باغ بسته چی کرد باز بره یک نفر گرفت کشنکا دوست عزیز چی بود؟ شاپرک خال چلپاسه دوست عزیز ما به تولد خود ما خودم ویدیو میگیریم اومدم این گفت تو سمسه ویدیو گرفتن نه میتونی خال کالا من مخصوص دلتون بانش سفید است نه پشتیم گفتیم چرک نشه چون باز دیگه اینا که بشینیم دیگه اینا پای مای خود چی خاک پر میشه کسی هسته یا نه اینجا ما پیشی پیدا کردیم پیشی کاش برات میماندم مرغا میترسم چشمت چی شده ایسا؟ خدا خیره چرا که بالا خیره خوب میشیم دیگه یه مرغا چرا It's always nature here همیشه چی بشه دیگه تو سبا کن بیا من ترتوشم میتونم خواه مرتلاتی دوستان عزیز دعا کنم که موبایل نفته 3 2 1 گو وی همه قد نه سنه موبایل نفتم وانا دوست I don't think so much Akhirnya dua itu. Akhirnya dua itu. It's بر پیش یک بیچاره یک دفعه گوشت دادم گوشتش مرغ گرفت خب اونا که بر ما خالی مادرمشون بر ما صبر یک دقیقه سنا بس است بر ما که گوشت آورده بودن خب من پیش بیچاره دیدم زیاد سعی میکرد طرف ما باز نگرفتم اما گوشت دست خود گرفتم اینقدر گوشت دست خود پتکایی گرفتم که اگه استقان خالی رام گرفتم که من مثلا استقان میتونم برش باز رفتم گوشت دادم برش سنه نه دیگه ولی اما نه خدا بخوریم سنه یک دفعه میکنم زود میریم نه خدا نه تو انجوی که خدا نه خدا خوردیم 40 دفعه گفتم خب و حالا میخوایم که آماده شویم بریم سارا مقصد تشویش بکن الو ده پایم چی چسبیده رگوشوی بره غاره تنظرتن من گوشواره روشمی مده زمین نمیرد خیلی سنگینه فقط پشت چی کنم میره ایتری بیارم کنم روشای ما پاره نکنه خب دوست عزیز ما لباس خدا پوشیدیم نکن ببین استشادی نکنم چی پیدا کنه خود روانه این دوستان ما حرکت کردیم ولی هم میخوایم بریم طرف امو جای برم فهمچه شبه موازی خب دوست عزیز ما حرکت داریم طرف محفل مثلا من نمیفهم محفل کجاست 40 بار گفتم حالا میگم من نمیفهم کجا آمدیم بریم داخل محفل که چی میشه چرا محفل گفتم که چی میشه
منتظر هستیم که شروع شود تا من براتون بلاگ بگیرم. بشینیم که بهتر برنامه را شروع کنیم. به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض ادب خدمت تمام دوستان از کوچیک و بزرگ، خواهران و برادران عزیز. از تک تک شما سپاسگزاریم که امروز در محفلی تحت عنوان فرهنگ هزاره تشکیل داده حضور به عمل آورده‌اید. ما می‌دانیم که این برنامه ممکن است کم کاست‌های خیلی زیادی داشته باشد، چون اولین برنامه‌ای که ما در اینجا برگزار کرده‌ایم و همینطور که از دوستان گرامی از نظرات نیک دادند تا بتوانیم این برنامه را اجرا کنیم صمیمانه تشکر می‌کنیم. همانطور که گفتیم امروز روز فرهنگ هزاره است. ما کوشش کنیم که بیشتر از لهجه‌ها و کلمات شیرین هزارگی استفاده کنیم. البته نه اونقدر زیاد که خود ما نفهمیم هم شما نفهمیم، در حد معمول، ولی از بخش ادبی کمتر استفاده کنیم. و قول میگن که بعد از کلام خدا حرف مادر حجت است، حرف آبرون حجت است. من وقتی کوچیک بودم آدم همیشه نصیحت می‌کرد که هر زمان که یک نفر برای تو احترام گذاشت تو 10 برابر برای تو احترام بگذار. من به عنوان کوچیک شما از اینجا و تک تک شما احترام می‌ذاریم و سپاسگزارم که با حضور پررنگ خود زینت بخش این برنامه شده. و البته دوباره تشکر می‌کنم از دوستان بزرگوار و در اینجا از حوزه محترم تقاضا می‌کنیم که بیاید با خوانش دعای مختصر برنامه را ادامه بدهیم. الهی همیشه ما را متحد و متحد و با مفکوره عالی یک جا بگردان. الهی ملت ما که از یک کار و کاره دیگر ما مثل ما دور شده، الهی ملت ما را وطن ما آباد و آباد بگردان که در وطن خود همچون مجلس فرهنگی خود را دوباره برپا کرد. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. سپاسگزاریم از حاضرین محترم دعایشان و معنویت برنامه ما بیشتر بخشیدن. گاهی وقتا ما شروع می‌کنیم که آدم گاهی وقت احساساتی میشن و در این جمع شاید همون ممکنه من جاهای دیگه به دست صحبت کردیم، حرف زدیم، گاهی وقتا مشکل بودیم، ولی این حسی که حالا اینجا داریم اونجا نداریم. شاید به خاطر این باشه که در ملک غربت می‌بینیم که خواهرایمون، برادرایمون
با تمام قدرت و همدلی با صفا و صمیمیت گرد هم جمع شدیم و تحت عنوان فرهنگ هزاره و این روز مبارک را تجلیل کنیم. و بازم سپاسگزاری می‌کنیم از تمام دوستانی که به هر نحوی کمک کردن تا بتوانیم این برنامه را برگزار کنیم. و همچنین جا دارد که سپاسگزاری کنم از دوستانی که از دور نزدیک تشریف آوردند، مخصوصا دوستانی که حالا در جمع ما حاضر نرسیدن، شاید در راه باشن، دوستانی که از دیالیز طلب کردن، میونسیار، جعفریه و اسماعیلیه ها، پلیس جلو و همچنین مستر پاستور سیر کمک کردن تا بتوانیم در این محفل و در اینجا برنامه را برگزار کنیم. و به صورت رسمی برنامه خود را با این شعر شیرین هزارگی شروع میکنیم. میگه که اگر از بامیان و قندهاریم همگی پک بیرانیم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک بیرانیم. اگر از لوگر و غزنی و غورات و یا هلمند و هرات گرشک و پکتیا و ننگرهاریم همگی پک بیرانیم. اگر کنیا و استرالیا و کانادا و آمریکاییم بازم همگی پک بیرانیم. همانطور که همگی در جریان همگی اینجا با همدلی و هویت مشترک هزارگی جمع شده به دور از تفاوت‌های قومی، نژادی، دینی، اینکه مسلمانیم، شیعه‌ایم، سنی، یهودی، در هر دین مذهب هستیم. مهم این است که هزاره‌ایم و امروز کنار هم جمع شده‌ایم تا تاریخی پرفنا. السلام علیکم. عزیز خوش آمدید. شما حضور به هر مسائل خانم‌ها، آقایان، خواهران، برادران، عزیزان، سلام بر شما. امروز اینجا گرد آمده‌ایم نه فقط برای بزرگداشت یک روز، بلکه برای پاسداشت یک حقیقت، هویتی زخم خورده، فرهنگی سرکوب شده، ملتی که در برابر تمام طوفان‌ها ایستاده است. ما فرزندان قوم هزاره‌ایم. قوم ما هزار ریشه در دل تاریخ دارد. قوم ما تنبوره، شعر و لبخندهای سرسختانه در دل پرده. فرهنگ ما نه فقط در لباس و لهجه بلکه در نحوه زنده ماندن ما است. فرهنگ هزارگی صدای گروه‌هایی است که هیچگاه فریادشان شنیده نشده. فرهنگ ما شعله‌ای است در دل خاکستر. اکثراً روشنفکران هزاره ققنوس را پرنده نماد هزاره می‌دانند و دلیلش این است که ما همچون ققنوس از دل نیستی، از درون سرکوب و حذف برخاسته‌ایم. و امروز 19 می روزی است برای زنده نگه داشتن همین شعله، روزی است برای ایستادن با غرور و گفتن این که ما هزاره‌ایم، ما هنوز ایستاده‌ایم. در این تاریخ ثبت کرده و نزدیک امروز جشن می‌گیریم. بله. فاطمه عاطف. بله، کسی که این روز را که ما جشن می‌گیریم ثبت تاریخ کرده، شخصی یا اگر بگیم خواد از ما فاطمه عاطف است و ما این روز را مدیون اگر بیشتر خواهرای هستیم.
و The dear people of Giro and other friends from far and near. Also, thank you for Pastor who helped us ensure the security of this venue. Become from a difficult history, and today we are celebrating Hazara Culture Day. Once again, most welcome all. Now, to speak about the history and culture of the Hazara people. Please clap for them. Hello everyone. Welcome to the Hazara Culture Day. 19 May is the Hazara Culture Day. And thanks everyone who are here and gentlemen, decades facing suffering problems. Yeah, we are Hazara, the children of a deep root that has struggled for centuries and hundreds, for a long village, through winters first and Pakistan. We are the Hazara, our heroes of suffering, guardians of resilience. May 19 is not merely as a day of celebration. It is the day to honor truth and justice, a day to remember the silenced voices, the forgotten cries, and to stand firm against the darkness of oblivion. Over 10 years ago, in the final years of the 19th century, a devastating targeting befell as under the rule of Ahmad Khan, over 16% of the Hazara population was massacred. Our women were sold as a slave in the markets of Kabul, Peshawar and Calcutta. Our lands were seized and the starving wanted sunrisers fled to the mountains without any call to hear their play. But the history did not remain silent. Abdul Khalid Hazar rised up, a young man from a legend of pain, who avenged the dictator's lynch and was died along with 20 of his components, not as a criminal, but a symbol of resistance. A symbol of resistance. We are people of 1,000 wants and 1,000 acts of endurance, even in the 20th and 21st centuries. Being a Hazara remains a crime. Our culture has been replaced, our language died, our ritual bonded. In no official structure has no voice found true representation. We have suffered 4 major waves of genocide, the massacres under Adrama, the forced displacement of To come here and speak about Hazara genocide. Please clap for her. Hello, good afternoon, everyone. Distinguished guests, respected partners from
مستفید کردن. ما شما دوستانی که در منطقه به اصطلاح در ایران زندگی کردن قبل بعضی چیزها را میفهمند. با همون خانه های کاغلی که داشتیم، همون خانه ها مملو از صفا و صمیمیت بود که ما امروز متاسفانه و هر نحوی از کشور خود دور شدیم و اون صفا و صمیمیت ها کمرنگتر شده، ولی باید تلاش کنیم که همچون روزایی را به بهانه همچون روزایی گرهن جمع شدیم تا بتونیم همون صفا و صمیمیت ها را حفظ کنیم. و قول شاعر میگه اگرچه خانه های ما کابلی بود، اگرچه خانه های ما کابلی بود، ستاره ما در آسمو بلبلی بود. در پالوی لباس شعر و دو بیتی، در پالوی لباس شعر و دو بیتی، در فرهنگ و صفا و همدلی بود. و در این قسمتی از برنامه از زهرا خانم گلزار دعوت میکنیم که بیاین و شعر زیبایی را که مد نظر دارند و خودش بگیرن تا آمدنشان تشریف بیارند. به نام خدای فرهنگ و هنر عرض سلام دارم خدمت شما حضارین گرامی. اپی هزار کچرده توار ما هزاریم از دل کوه و شهر با چراغ امید با صدای بلند در دل تاریخ روشن چون سپر ما گذشتیم از آتش شدیم چون سپر ما زخم خوردیم از آتش شدیم چون سپر ولی سکوت نکرده ایم در سکوت شب چون ستاره دمیدیم ما هزاره‌ایم ریشه در صخره ها دل ما در تپش جان ما در صدا با غرور پدر با دعای مادر بر بلندای غیرت شده‌ایم شعله‌ور. کیست که خسته شد هزاره؟ کیست که استاده ماند هزاره؟ ما نمی لرزیم به هیچ باد سر، ما نمی میریم تا بماند این درد، تا بخنده زمین تا بباره بهار ما میمانیم با افتخار. ما هزاره‌ایم و این نام خواهد ماند. سپاس. دوران وطن رو زنده کردن و این خانم گلزار سلام به همه شما که در هر شرایطی لبخند به لب میزنید و خوش آمد میگویم به برنامه خودتان و لبخند بزنید تا دنیا و روی ما شما لبخند بزنید.
نه چیزی زیاد. من رفتم از وطن، اما وطن نه از من. مانده به خونم و واژه‌ام و زخم‌هایی از یک دل. هر کجا که باشیم با غرور و سرافرازی می‌مانیم. از نسل نور، از نسل کوه مستقل، از نسل هزارجات، از نسل هزارجات. ممنونم از توجهتان و اینک دعوت می شود از خانم زیبای ما پرنیان هدایت شعر که مد نظر دارد به خوانش بگیرد تا آمدنش تشریف کنید. لطفاً را Our culture is our identity, and today on Hazara Culture Day, I want to share a short poem to show kind and strong heart that lives in every Hazara. بیا که ما و تو با هم بخوانیم، گهی شاد و گهی پرغم بخوانیم. یکی از سوز دل از درد غربت، یکی از ساز این عالم بخوانیم. بیا که ما و تو جوره بخوانیم، و سبک تار دنبوره بخوانیم. بیا که از دل پرخانه دور، وطن دوره وطن دوره بخوانیم. وطن دوره وطن دوره وطن دار، دم مبرد وطن بوره وطن دار. زبان مردم ملکای غربت، لجان معنیش زنبوره وطن دار. بیا که ما و تو یک جا بخوانیم، غزل سبک مولانا بخوانیم. بیا که ما و تو بوری وطن خو، به سبک تنبور و سرنا بخوانیم. Hazara means happiness with deep roots. Wow! Very, very nice. تشکر از پرنیان نوربن. خب آقای تابوش. ممنون. ما شما رو که از فرهنگ و گرمزنی بزرگانی داشتیم در گذشته و از خانم زینب خدا دعوت کنیم که بیایم شیرینی را که در نظر گرفتم برای ما شما به خوانش بگیرم تا آمدنشان تشویق کنیم. In the name of Allah, hello everyone, I hope you're well. Today I congratulate you, Hazara Culture Day, and a special thank you to all for your coming. For this special day, I would like to dedicate a Hazara poem to you. I hope you like it. نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب خدمت همه شما. امیدوارم حال همه‌تان خوب باشد. امروز روز فرهنگ هزارگی را به تمامتان تبریک عرض می‌کنم و تشکر ویژه از همه‌تان که به مجلس ما تشریف آوردید و مجلس ما پررنگ ساختید. به خاطر مناسبت این روز می‌خوایم یک شعر هزارگی تقدیمتان کنم. امیدوارم خوشتان بیاید. من از درد هزارم می‌نویسم، من از درد هزارم می‌نویسم، من از ظلم دگارم می‌نویسم، من از درد غریبی و هلاکت، من از زخم ستارم می‌نویسم، من از زخم‌های زهرا و سهیلا، من از زخم‌های زهرا و سهیلا، من از کشتن کبرا و دلارا، من از کاج و من از کوثر بیرو، من از پرپر گلها می نویسم،
من از پرپر گلها می نویسم. من از مکتب میراش می نویسم. من از مکتب میراش می نویسم. من از شهره و وفاق می نویسم. من از شهره و وفاق می نویسم. من از تاج و من از کوثر دانش. من از تاج و من از کوثر دانش. من از بین غبار و دود و آتش. من از جگباری ملی و فشنها. سیل و باران و باریش می نویسم. سیل و باران و باریش می نویسم. سپاس. به ما امروز منطور که از روز ننگ هزاره تقدیم بدم شعرهای خوبی هزارگی را میشنویم و خانم گلزار بکنم که با یک از نوازنده های ما تا صدای دم در این قسمت از برنامه میشنویم. یک عاشقانه بخونی برای جوانای کمی چطور است و یک یادی هم شب از جوانای خودمون. بیا که آردویمو قسم کنی یار، بیا که آردویمو قسم کنی یار، آردویمو قسمی محکم کنی یار، آردویمو قسمی محکم کنی یار. بیشینی آردویمو پالو تا پالو، بیشینی آردویمو پالو تا پالو. غصه و غم و غصه را از دی کم کنی یار، غم و غصه را از دی کم کنی یار. بلایبوری چیمایی تنگی از ره، بلایبوری چیمایی تنگی از ره. سعادت بیران و آهنگی از ره، صدای سعادت بیران و آهنگی از ره. در پالوی سقف خواندو علیگو، در پالوی سقف خواندو علیگو. تلاش و کوشش فرهنگی از ره، تلاش و کوشش فرهنگی از ره. نوبتم باشه ولی نوبتی صدای بیران و سعادت است که با دموره خود گشای ما را نوازش میده. به افتخار شما تا که تا اینجا بیاریم. آقای سعادت با کیبورد کمی کار کردن و جاش از آقای شهریار دعوت کنیم که اولین دموره را نشان کنیم از برای ما. باشگاه آقای شهریار کم امشب ما یک دونه خاطره برایشان تعریف کنم که ما فکر کنم که دو نفر که ما میشناسم تا یک گوار بگیرم خیال هوایشون اونجا آمدن. آقای قاسمی کجای بابالیم؟ یه شعر همزو کسایی که در مکتب سرکاری در منطقه ما رفتن ما شما زمان تبرق داشتی و آبیم و بالیم و چیکی گفتم که در ما بین بوتر شیر می‌دارد. این شعر اونمو خاطره رو به دل ما شما تازه میگه قلم در دست و تبرق شی در پشت شی، قلم در دست و تبرق شی در پشت شی. ما قربانی روی دست درشت شی، ما قربانی روی دست درشت شی. بسوی عیش است روانه، بسوی علم و دانش است روانه. علم معرفت محکم در مشتی، علم معرفت محکم در مشتی. And it is every time.
thunder's loud. All your true colors come out. They're still gray like clouds, but I see them clearly now. When the rain pours in, there's a silent warning, but I die just to love you one more time. Will you hold me with your eyes, or it burns me up inside? It's like fire, it's like fire. I'm fighting for my life, just one touch and I'm alive. It's like fire. It's like stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion. جهان سپاس از برادران شهریار. ما میشه چند جمله بیشتر بگیم برداشتیم که ما شما آهنگ و هنر و اونا رو احترام داریم. بعضی فکر نکنه که فقط همون که ما شما و خواریای خود و مدعاهای رو احترام داریم، اونمون هم در خواننده خود کسای رقص احترام داریم و اینا جزئی از هنر و ما بدون از این نمیتونیم که بگیم والا این نمیشه یا اون نمیشه. پس اگر هر کدوم باشه در اونجا چطور ولیشون اجرا کنیم و بعد فکر کنم که در میاد و شعر و بعد نمایش ورزشی هم داره برشو و بعد از دیگه کلا برای نیم ساعت میگذاریم برای هنرمندا که دنبوره دارن و هر با دوستایی که رقص کنن میتونن رقص کنن. این در قدیم درست که بعضی‌ها که رقص دارن ولی رقص هم جزئی از هنره که امروز ما با اونا افتخار میکنیم. و میگه که اگر به سودی یا از شیخلی اگر به سودی یا از شیخلی اگر دوشی یا غوری هزاره یک هزاره
برای ما و شما بخواند. از دوست گرامی تقاضا می‌کنیم به شعر خود را بخواند تا آمدنشان تشویق کنیم. نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. در قدم نخست سلام و عرض ارادت خود را در حضور تک تک حاضرین گرامی، بزرگان محترم، برادران و خواهران تقدیم می‌دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ثانیا این روز ملی فرهنگ هزارگی ما را به تمام مردم افغانستان، تمام قومه هزارگی ما در تمام نقاط دنیا تبریک میگم. خداوند همچون روزها را گرامی داشته باشد و برکت همچون روزها در وطن ما صلح و آرامی نصیب بگرداند. ما بتوانیم همچون روزهای ملی و فرهنگی خود را به دور بعدی به وطن ما برگزار بکنیم با خوشی و خوشحالی در پهلوی برادران و خواهران. اگرچند من آمده سخنرانی نبودم، مستقیم از وظیفه آمدم، میخوام چند کلمه درباره این روز ملی با هم تبارای خود، با هموطنان خود که در اینجا حضور دارم شریک بسازم. اگرچند روز ملی فرهنگ هزارگی ما نمیتونیم با یک روز خلاصه کنیم ما شما. اگر در تاریخ ما شما بنگریم، اگر ما به فرهنگ‌های اصیل هزارگیمون دقیق مطالعه بکنیم، ما نمیتونیم این روز را با یک روز، با دو روز، با 3 روز خلاصه بکنیم. ما وقت، روزها، سالها نیاز داریم با فرهنگ، با شهامت، به دانشمندای این مردم که خصوصا در قشرشان در افغانستان زندگی میکنند اگر ما مطالعه بکنیم در یک روز دو روز ما خلاصه کردن نمیتونیم. برای ما و شما قرار بود که یک سال 1000 روز میبود، 1000 روز را هم ما بر فرهنگی و عنعنه‌ای ملی هزارگی ما تخصیص بدیم، هنوز هم کم بود. بنابراین ما در سخنرانی 1 ساعته، نیم ساعته یا محافل یک روزی خود نمیتونیم از این فرهنگ بزرگ خلاصه بکنیم و بگوییم. بالاخره از آن جایی که خود همین ما و شما میدانیم در افغانستان مردم‌های مختلف، قبیله‌های مختلف زندگی میکنند زیر چتر یک نام به نام افغانستان. فرهنگ هر کدامشان به مراتب همین فرهنگ روز ملی هزارگی ما برای شما محترم است و احترام می‌گذاریم. فرهنگ‌های خاص قوم‌های پشتون ما، افغان ما، فرهنگ‌های خاص ملی ازبکانه ما، فرهنگ‌های خاص ملت تاجیکانه ما، هر کدامشان از لباس‌هایشان شروع تا از غذاهایشان شروع، از فرهنگ‌های مختلفشان شروع. ما اگر قرار باشه صحبت کنیم نظر به شورای دیگر با یک روز خلاصه کردن نمیتونیم. این روز نه تنها بر قومه هزاره ما، برادرای هزاره ما، خواهرای ما، بلکه به تمام مبارک میگم. به وسیله همچون روزا ما و شما هم دیگر را دیدیم، ملاقات کردیم، ملاقات میکنیم. خداوند همچون روزا را زیادتر داشته باشه، ما شما یک خود زیادتر داشته ببینیم. در این ملک مسافرت از هر کنج افغانستان ما آمدیم. خداوند ما شما را اتفاق سرفراز سربلند داشته باشه. و در آخر از گرداننده های برنامه، از محترمان هر یک
که در اینجا حضور دارند، گوینده ها از برادران و خواهران که در این زحمت کشیدند در تدوین در تدبیر این محفل تشکر فراوان و سپاسگزاری میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک دنیا سپاس از برادر بزرگوار ما آقای عثمانی که با سخنان به هموار خود باعث بیشتر و باعث صمیمیت و دلگرمی مجلس ما شدند و این قسمت ببینیم که خانم گلزار که به این صدا میکنند میکنیم که برنامه نمایشی و انچی داشته باشیم. حالا یادی کنیم از شیرین هایی که رفتن، شیرین هایی که هستن و شیرین هایی که شکوفه میدهند، همانند شکردخت نه تنها یک دکتر، یک دانشمند، بلکه امروزه هزاران دختر ما و شما زیر چترش مکتب درس میکنند، همانند سیما سفر، همانند اله سرور هنرمند و زکیه خدادادی ورزشکار ما و هزاران شیرین‌های دیگر داریم ما و خوشبختانه یک شیرین دیگر در بین خود در اینجا در کیمیا داریم. راضیه جان افضلی هستند، دختر ورزشکار ما. اکنون نوبت آن است شعری شیرین برای این شیرین‌ها به خوانش بگیرم. بگو از سرگذشت آقای بیگو، بگو از سرگذشت آقای بیگو، بگو از ظلم رحمان‌ها به مردم، بگو از ظلم رحمان‌ها به مردم، بگو از اوج پروازی شیرین‌ها، بگو از اوج پروازی شیرین‌ها میان دبه‌های سبز گندم، میان دبه‌های سبز گندم. خب از راضیه جان افضلی می‌خوایم که بیاین اینجا و برنامه زیبایشان رو برای ما شما اجرا کنیم به افتخارشان. به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. راضیه افضلی هستم. اول که عذرخواهی می‌کنم به خاطر که من خیلی افغانستانی نمیتونم صحبت کنم.
خط السيد سالم قهرمان افغانستان برنامه رازی افسری میخواد بوکس بزنه که یک دفعه در کنیا هم برگرد Are you good? I'm good to be here. But I'm a little bit nervous. Yes, but I want to thank you for welcoming me here for your Hazara festival. And I want to say that interacting with you guys is a very wonderful thing. You are very welcoming people, you are very good people. My name is Ian Otieno, or Coach Major. I am a professional boxing coach here in Kenya, and my club is called Kasarani Boxing Club. Razia is one of my students. Razia came to me, he traced my number through the internet and he came to my club. He explained herself to me, and as a coach, being a coach, you are a mentor and you are a father too. So I took her. She's in my camp. She's training under my camp. So first, she's a very good lady, very determined. She trains so hard. And when we say it's training is at 2. By 2 she's there, and she do train a lot. She's determined in training. Even in ring, she's a performer. She's a fighter. I know her. She fights very well. And she's a good boxer. Let's support her because next month we have arranged something for her. We have arranged there is a boxing tournament that she will play, a fight night. It will be at Westlands Alchemist. It will start at 8 p.m. It's a boxing match. And she will be playing there. So, as one of them, please support her, stand with her to make sure that she attains the best. Also, I welcome you all to my boxing club, whoever wants to come. Although there are some students also, I've seen one here. There is another boy here. Yeah, there. So I welcome those who are willing to join. You can contact me after this. Thank you. You are waiting for your show.
این رشته واقعا خیلی سخته به خاطر از اینکه خیلی سخت باشی تمام میخواد از خود گذاشتگی میخواد خیلی باید تلاش کنی موری جلو موری از این رشته ولی یک دفعه شکست میخوری بازم باید شکست تحمل کنی چون از خیلی شکست ها تو موفق خواهی شد و امیدوارم که از این رشته بتونی واقعا تمام آمای بالایی برسی برای دختر یک کنیا یکی اول به خاطر از اینکه ما مهاجر هستیم مهاجر سازمان هستیم خیلی دستمون باز نیست که بخوام همه مسابقات شرکت بکنیم ولی واقعا خود از این مردم کنیا ما رو دوست داره در مسابقات اشتراک داشته باشیم و بعض وقتا حتی برخلاف قانونش هم کشیده اجازه میده ما در مسابقات شرکت کنیم و بازی داشته باشیم ما باید قانون کشور کنیا رعایت بکنیم مثل قانونش رفتار بکنیم و هیچ جرم جنایتی نداشته باشیم وقتی که کارا رو انجام میدیم در جلوی چشم اینا آدمای خوبی دیده میشیم و اینها به ما اجازه میده که در مسابقات شرکت کنیم و پیشرفت داشته باشیم توی زندگی این رشته خب خیلی سخته باید خیلی تمرین داشته باشی صبح باید دویش داشته باشی بعد از ظهر باید باشگاه بری کنارش تو به خاطر از اینکه محصل هستی باید درس هم بخوانی درس خواندن با ورزش سخت یا ورزش حرفه‌ای کنار هم خیلی سخته است باید خیلی تلاش کنی در زندگی خود زندگی هم یک قسمتی هست که یک قسمت از زندگی خیلی سخته یعنی تو خیلی تلاش کنی خیلی در تنگنا قرار میگیری خیلی در تاریکی قرار میگیری ولی از یک جایی به بعد خودتو عادت میکنی در زندگی یعنی اگر یک آرامش هم داشته باشی دوست داری بری دنبال یک کنجکاوی میگردی دنبال یک هیجان میگردی حتی وقتی که تو در رشته قرار میگیری وقتی علاقه داشته باشی در رشته حتی میتونی ماهی 2 بار 3 بار مسابقات خیلی بزرگی رو شرکت بکنی چون بدن تو آماده وقتی که بدن تو آماده باشه ذهن تو آماده باشه میتونی خیلی پیشرفت کنی در رشته خب تو خودت چقدر وقت ما سال 2018 تقریبا ورزش حرفه‌ای رو شروع کردیم البته ما 1 سال قلب رو عمل کردیم قلب رو آنجیو کردیم و به خاطر از اینکه رشته ما خیلی سخت بود ما تمرین خیلی سختی داشتیم بعد ولی بازم کم نیاوردیم و بازم تمرین رو شروع کردیم ما در این رشته صدها بار افتادیم زمین ولی بلند شدیم صدها بار شکست خوردیم ولی بازم مسابقه بعدی رو برنده شدیم حتی شده 3 بار 4 بار شکست خوردیم ولی مسابقه بعدی رو برنده شدیم هیچ وقت کم نیاوردیم چون میدونستم ما اگه کم برنم میتونم خب هر کسی توی این رشته سختیش میبینم موره کسایی ادامه میده کسایی که میخوای موفق شوه کی اون آدما در زندگی خیلی کم هستن یعنی مثلا فرض کن از 100% آدما فقط 10% اینجوری هست که مشکلات زندگی سختی زندگی اصلا برایش اهمیت نداره فقط چیزی که در هدف تو میخوای در زود تمرکز کنه یعنی 7 سال بسیار تشکر رازیه جان بسیار زیاد دختر موفق هستی ماشاءالله انشالله که همیشه موفق باشی و همطور با وجود این چالش هایی که شما در این مهاجرت در این سختی های مهاجرت میکشین بازم این که شما مقاوم هستین و قوی ماندین این واقعا بر ما قابل ستایش است و ما انگیزه میگیریم من فکر میکنم دختر من باید این رشته را ادامه بده و دختر من همه قدر قوی است حتما علاقه های خود اگر دنبال کنه حتما 100% در زندگی موفق میشه و یک آدم بزرگ در زندگی میشه که میتونه تاثیر بذاره روی جامعه افغانستان تشکر رازیه جان موفق باشی سوایی کار آمد در خانه تو سوایی کار آمد در خانه تو وقتی نماز موقع خمیر زده تو وقتی نماز موقع خمیر زده تو دستای نازک تو منه خمیر بود دستای نازک تو منه خمیر بود در غم خود شهر میزد
قومی که از سوار فریدون آمده است، قومی که از شهامت چون رستم رسالت است. تا راه یار جاده سفر هست می‌رویم، تاریخ را شکستن عزم مبارک است. از شر نترسم وطن، از شر نترسم وطنم بیشتر برآ، وقتی زمین دامدار ستارت است. موج نور سرکشیم، موج نور سرکشیم، سرود ما شنید، ما را آب از صحنای کنارت است. ای خواهرم که خون تو شمشیر را شکست، ای خواهرم که خون تو شمشیر را شکست، تا نام تو در دل ما یادگار است. اون گردن نداشت اطراف بلند بگیر، وقتی به گوش رهبرمان گوشوار است. در پشت عهد با قلم خون نوشته، در پشت عهد با قلم خون نوشته نام شکوهمند عدالت هزار است، نام شکوهمند عدالت هزار است. جهان سپاس از خواهد. شعری که از دل بخیزد و دل بشیند. تشکر از خواهر بود. اینک آقای تابا کنبرمی هرات. دوستان دیگر وقت کلن وقت بر جمعه و هر دو عزیز بیایم پشت دنبران پشت دیگر که جوانان دیگر میخوایم که رقص کنن، میخوایم نوبتی بخواریم، میخوایم دوتایی بخواریم. دیگر کلن مجلس تا ساعت 4:30 و شمار بگیریم. آقای شهریار صاحب باش یقینا شعرم بده. شهریار صاحب اگه
میخوام. How long? I see your friend in TikTok. She's become famous. I will. I'm not famous I yet. follow you. Thank you. رسیدیم و مانده شدیم، تکه تکه شدیم و این بود از ولاگ امروز ما. اگر خوش شما آمد حتما لایک و سابسکرایب بکنین و کامنت ها بگین چطور شد بود خواندم.